در زیر این سقف کبود بلبل رو شاخه می سرود، می گفت در این بزم وجود در کنار چشم ورود میونه این دشت قشنگ دهکده زیبایی بود. صبح زود همه با شوق بسیار دست جمع روون بودن، سر کار میرفتن به سوی کشتزار، زن و شمیته میپوشیدن، صبح شیرا رو میدوشیدن با شادی و شوق بسیار. آمد سفید دم خداوند رخش، رستم تاج بخش، منزل به منزل طی منازل، آمد بگو کجا آمد؟ بچه آمد تا رسید در برابر خیمه کیخسرو، دست ادب به سینه پای عزت جفت ایستاد گفت با شادی و با دلخوشی روز و شبا میگذشت، غرق صفا دهکده بود لبریز گل کودش. آسمون روشن و پاک همش آبی بود، شبای این ده ما چه مهتابی بود، مردمون فارغ از کار همه آسوده، مثل این ده به دنیا دهی کی بوده. بعد حکایت از این ده ما سینه به سینه مونده به جا، قصه ها و افسانه ها از حکایت عشق و وفا، از محبت پاک اونا مونده قصه ها بهر ما. هنوز بود این ده ما غرق نشاط برق صفا، در کنار چشم ورود تا میگذره دنیای ما، داریم تو این دشت قشنگ یه زندگی بیریا، یه زندگی بیریا. بچه ها چرا گریه میکنی؟ آبجی مادرمون باز حالش به هم خورده. گل چی میگی؟ راست میگه خواهر، حالش از همیشه بدتر. خدای من دستم و ول کن پیر زن. نمیذارم اون گردن بنده بفروشی، اون مال دخترمه، میخوام گردن دخترم بندازم. خیلی به جمال مماله لیلا خانم عشقه. بدجنس با سر مادر بیچارم چه بلایی آوردی؟ تقصیر من چیه جونم؟ این پیرزن چوب یه دندگی خودشو میخوره. تو با این کارات عاقبتون رو دلخوش میکنی. بارا بابا اون خودش مردن یا گناهشو به گردن من خفشو دست نگرد لیلا خانم برای زوده. نه دخترم تو بیا کنار، نمیتونی با اون در بیافتی. مادر جون حالت چطوری؟ من دارم میمیرم لیلا. نه مادر تو خوب میشه، این فکر رو از سرت بیرون کن. دیشب پدر خدا بیامرزه تو به خواب دیدم، گفت حالا دیگه وقتش رسیده که بیای اینجا پیش من. مادر جون خدا کنه این مرض انقدر به من فرصت بده تا همه حرفامو برا تو بزنم. دخترم من بعد از مرگ پدرت برای اینکه بتونم تو خواهر و برادرتو بزرگ کنم زن غلام شدم. غلام اون وقتا مثل حالا الکلی و بی غیرت نبود، تازه از شهر اومده بود، یه تراکتور داشت، خلاصه دستش به دهنش میرسید. مادر جون لیلا تو باید بعد از من از خواهر برادرت پرستاری کنی. غلام ناپدری غیرتش نداره، به من قول میدی؟ آره مادر قول میدم، ولی برم تو رم به خدا دخترم یادت باشه. بلند شد، بیا بریم علی، بیا. خدا کریم.
نمکی نشناسه ور پریدای بی معرفت. الان حسابتونه میرسم. نه تو نمیتونی به اونا دست بزنی مگه اینکه اول منو بکشی. تو رو نمیکشم خوشگله. تو واس مال من باشی. این آرزو رو به گور میبری. ببینیم و تعریف کنیم. آخه این بچه های آتیشباری که غیر از تو کسی رو تو این دنیا ندارن. تو هم که یه دختری چجوری میتونی از پس مخارجشون بر بیا؟ مگه اینکه با یکی بریزی رو هم اون آدم خوشوقت من باشم. خفه شو مرد، تو حق پدری به گردن ما داری. بی خیال این حرفا قربونت برم. من تا فردا صبح بهت مهلت میدم. یا باید جای مادرتو پر کنی زن من بشی، یا اینکه دست این دوتا رو بگیری و بزنی به چک. من دیگه نمیتونم مفت و مجانی خرج شماره بدم. شبت بخیر، ما رفتیم. درک بری که بر نگردی همچی. نمی‌کردم تا ببینم مادر گور به گوشتون چجوری بزرگتون میکنه. مادرمون با اون دهن کثیفت نبر. بخون بگیریم بجبی. آجی حالا چطور میره؟ نترس جونم، خدایمان بزرگه. اینم خرز پرتتون بزنیم به چاک و جنسه. لعنت بر شیطون. بریم بچه ها، الهی به امیدتون. بریم. بیایم. یه کاری پیدا کنم. تهران شهر بزرگی. من میتونم خودمو با آب و آتیش بزنم و یه زندگی راحتی واسه شما روبرا کنم. تهران؟ میخوای بری تهران؟ تو هم ما رو تنها میذاری خواهر. هیچ کس ما رو دوست نداره. اول از همه بابا ما رو گذاشته رفت، بعد مادرم، حالا لیلا میخواد از پیش ما بره. خدایا پس ما تو این دنیا به کی دل خوش کنیم؟ نه گلی جون، این حرفو نزن. من شما رو دوست دارم. آخه من که تو این دنیا غیر از شما کسی رو ندارم. من هر کاری میکنم واسه راحتی شماست. نمیخوام منت کسی سرتون باشه. آبجی حالا راستی میخوای بری تهران؟ آره علی جون. آخه چرا؟ میخوای بدونی؟ آره. پس گوش کنین. گوش کنین عزیزان، من باید برم تهران. چرا داری میری تهران؟ اینجا نمیگیره زندگی ما سامون. پس داری میری تهران؟ آره میرم تهران، گرچه دل من اینجاست، دل من پیش شماست. آخه لیلا برای تو دل ما تنشه، از دوری لیلا رو هم با خونه ببنشه. تنها میشین بی من ولی میگذره، زندگی تنها چه درد آوره. با این همه تهرون برم بهتره. کی میخوای داری تهرون؟ اون وقت که داره شب میایه به سهر، اون وقت که در دنیا میخنده سهر، همون زمان لیلا میره به سفر.
شما من ندارم خدا چند میگیری چطوری؟ آبچی رفتم بالا دیر میشه یالا یالا پولتو بگیر ببینم یه جا بده بشینم تهرون تهرون ای شهر آرزوها تهرون 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 ماییم در جستجوها تهرون تهرون بحر چشما میرین تهرون میریم پایانیم سر و سامون تو 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 چرا میری تهرون درمون بیمار کنم میرم تهرون کار کنم میرم بقیه کنم من میرم قمار کنم میرم کار کنم تهرون 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 وای خدای من احتیاط کن دختر خانم، شهر خیلی شلوغه. اگه دیر به جنبی خدای نکرده میری زیر ماشین. خیلی مواظب باش. چشم آقا حواسمو جمع میکنم برای سفارشتون ممنونم سلام عرض کردم. سلام جناب. سلام علیکم. سلام قربان. سلام، چطوری هستن؟ ساعتون کم نشه، بفرمایید. سلام آقا سلام، کیو میخوای؟ اینجا راست؟ آره دختر جون، دفتر کارخانجات شاهروخه. چطور مگه؟ والا من دنبال یه کاری میگردم میتونم رخشوری کنم جارو کنم زمین بشورم شیشه پاک کنم آشپزی هم بلدم دختر جون، منم مثل تو هیچ کارم، اما صاحب اینجا جوون خیلی مهربون و خوشقلبیه. برو پیشش، حتما یه کاری برات پیدا میکنه. کجا؟ وقته ممکنه زود برن. برو تو آسانسور دکمه طبقه 5 رو فشار بده. با چی برن؟ با آسانسور دختر جون. کاراتون رو فراموش نکنید. بله قربان. من ساعت 5 برمیگردم. اگه کار لازمی پیش اومد به منزل تلفن کنید. مطمئن باشید قربان. من جسارتا عرض میکنم دستور پرداخت مساعده رو که من تقاضا کردم فرمودید. بدبختانه فراموش کردم. خب عیبی نداره، الان ترتیبشو میدم. بیاید بریم. عجله ندارم قربان، باشه یه وقت دیگه. این همون آقای شاهرخ صاحب شرکت هم دیگه. راستی؟ آها. خب یه کیفو بهش بده. دختر جون، مگه تو نمیخوای بری پیشش تقاضای کار کنی؟ چرا؟ خیلی خوب، بعد از ظهر برو منزلش بده بهش. خیلی خوشحال میشه، حتما تقاضای تو رو قبول میکنه. آخه من خونه‌شو بلد نیستم. من آدرسشو بهت میدم. سلام پدر. سلام پسرم. خسته نباشی. متشکرم پدر. حالتون چطوره؟ به چی فکر میکنین؟ به گذشته ها.
به گذشته های افتخارآمیز خانوادمون که دیگه هرگز تجدید نمیشه. من هیچ نمیفهمم مقصود شما از این افتخارات چیه؟ ما چیزی رو از دست ندادیم پدر. چرا پسرم؟ یه وقتی بود که اسم و رسم خانواده شوکت دیوان پشت خیلی آلو به لرزه مینداخت. یه وقتی زیر دستای ما رو خدای خودشون میدونستن. ولی حالا زمانه عوض شده و ما مجبوریم مثل یک جنگجوی بی اسلحه با زمان کنار بیاییم. پدر چرا خودتو ناراحت میکنی؟ تو اعصابت خرابه. کاراتو به من سپردی و خونه نشین شدی که استراحت کنی. خواهش میکنم خودتو ناراحت نکن. حق با توه پسرم. من نباید خودمو ناراحت کنم. خب بگو ببینم کارا خوب پیش میره؟ آره پدر، بهتر از همیشه. کارگرها همه از من راضین و منم از اونا، چون من برخلاف شما با اونا به ملایمت رفتار میکنم. موفق باشی پسرم. خب من خستم، میرم آپارتمان خودم کمی استراحت کنم. با اجازه شما پدر. برو پسرم برو. چیه؟ یه دختر دهاتی اومده با آقای شاروخ. اجازه میفرمایید بیاد خدمت شما؟ از اون طرف آقا تو تالار دست راست سر وضعتو مرتب کن و برو پیشش. مگه میخوام برم خواستگاری؟ سلام آقا. چی میخوای؟ من میخوام آقای شاهرخ رو ببینم. شاروخ پسر منه، حرف بزن. این کیف مال آقای شاهرخه، افتاده بود تو آسانسور، من پیداش کردم. ببینم. بفرمایید. درسته کیف شاروخه؟ ببینم. چقدر پول از توش برداشتی دختر؟ وا این چه حرفی آقا؟ من اصلا به هیچ چیزش دست نزدم. بسیار خوب. بیا. اینم انعامت. نه من انعام نمیخوام، واسه خاطر انعام نیومدم. پس چی میخوای؟ هیچی آقا، کیف آورده. خیلی خوب. برو پی کارت. ولی آقای شاهرخ. هیچ کار. بله علی جان. بیا اینجا. این دختر رو به بیرون راهنمایی کن. چشم علی جان. بفرمایید خانم. بفرمایید. خدا بلدم. الو. آقای شاهرخ. بله خانم، خودم هستم، بفرمایید. شما هستی؟ چه خوب. با من فرمایشی دارید؟ آره. میخوام ببینم امشب بس داریم با هم بریم تدرسیم. نه خیر خانم، متاسفم. خداحافظ. پسرم تو کیفتو گم کرده بودی؟ آره کجا بود؟ اونو یه دختر دهاتی آورده. گویا تو آسانسور پیداش کرده بود. درسته. اون دختر قشنگ دهاتی امروز هر جا میرفتم میدیدمش، مثل اینکه دنبال کسی میگشت. حالا کجاست؟ گفتم از منزل بیرونش کردم. چرا پدر؟ شاروخ تو نباید اشتباهی رو که من در جوانی مرتکب شدم دوباره تکرار کنی. اشتباه؟ مقصودتون چیه پدر؟ دیگه هیچی از من نپرس. فقط همیشه اینو به خاطر داشته باش که تو وارث تمام ثروت و مکنت و افتخارات خانواده بزرگ شوکت دیوانی و باید دختری رو برای خودت انتخاب بکنی که لایق خانواده ما باشه، وگرنه مثل من پشیمون میشی. پدر من میخوام بدونم اشتباه شما چی بوده؟ چی کار کردین که بعداً پشیمون شدین؟ فکر میکنی قدرتشو داشته باشی که حقیقتو بشنوی؟ بله پدر، من که دیگه بچه نیستم. پس گوش کن.
پسرم وقتی که من به سن و سال تو بودم درست موقعیت تو رو داشتم. مثل تو که امروز تحت تاثیر اون دخترک دهاتی قرار گرفتی، با یک دختر فقیر ولی زیبا برخورد کردم و بعد از مدتی با هم ازدواج کردیم. وقتی پدرم فهمید منو از خودش روند، از تمام افتخارات خانوادگی محرومم کرد و من مجبور شدم. آره پسرم، از روی اجبار همین که مادرت تو رو به دنیا آورد طلاقش دادم. شونی حالا؟ چی کار میکنی؟ صورت به یه زن رسیده؟ نمیدونستم هم میخواشی خوش خودش خودش من حرف زیادی هم نزن. گم شو. آدم تیزداری هم میخوره هسته بخوره الهی. میام دست درد نکنه دختر جون. خوب به دادم رسیدی وگرنه خانم پدرمو در میآورد. خانم خدا عوضت بده. صبر کن کمکت کنم. نه مزاحمت نمیشه. چه مزاحمتی خانم جون؟ من بیکارم، صبح تا حالا خیابونا رو گشت میکنم. بریم. اتفاقا منم دنبال یه دختری مثل تو میگشتم. مادرت نمیتونست خودشو با شرایط خانوادگی ما جور کنه. این طبیعت و نظام اجتماع بود که من از اون جدا کرد. بیچاره مادرم، خدا میدونه که چه روزای سختی رو گذرونده. خدا میدونه که چه روزگار پرمشقتی رو پشت سر گذاشته. پدر، تو رو خدا راست بگو، تو هیچ خبری از مادرم نداری؟ تا 10 سال پیش در شیراز بود. اغلب نامه می نوشت و تقاضا می کرد که بهش اجازه بدم بیاد تو رو ببینه. و تو هم اجازه نمیدادی. پسرم می ترسیدم وضع بدتری پیش بیاد. اما از 10 سال پیش به این طرف دیگه از اون خبری ندارم. فقط میدونم از شیراز رفت. من 10 ساله که به شما خدمت میکنم. حالا دیگه نمیتونم به همه کارا برسم. مخصوصا که دختر خانومام دیگه بزرگ شده. بگو ماشاءالله. خدا حفظشون کنه. که اینطور. بسیار خوب، من حرفی ندارم که لیلا رو استخدام کنم. ولی مجبورم ماهی 50 تومن از حقوق خود تو رو کسر کنم. باش، هر طور صلاح شماست. ولی من حاضر نیستم که به خاطر من از حقوق شما... ساکت شو دختر. اگه میخوای تو این خونه کار کنی نباید رو حرف من حرف بزنی. چشم خانم. من خودم بهش یاد میدم که چطور با شما و دختر... این عکس کی؟ شاروخو میگی؟ آره، من اونو میشناسم. راستی؟ بشین ببینم. خب بگو ببینم اون از کلا از شما چه پنهون؟ من میخواستم برم تو ادارهشون کار بگیرم ولی پدرش نذاشت. پدرش؟ بله. ببینم لیلا، تو اونا رو کی دیدی؟ همین روز. چطور مگه؟ پدر شاروخ پیر شده؟ آره پیر شده. شما اونا رو از کجا میشناسی؟ داستان ما خیلی مفصله دختر جون. شاید یه روزی برات بگم. شاروخ. یا الله، نامحرم کم نباشه، ما که چیزی ندیدیم. سلام خانم پاشرا. آبجی جون سلام. سلام. لیلا جون، اون عباس برادر منه. سلام. به به، علیک سلام با سنگ تمام. خیلی خوش اومدین از حمام. ببینم دختر جون، تو از کدوم قصابی گوشت میخری؟ قصابی؟ مقصودت چیه؟ ده معلومه دیگه، نیست که ماشاءالله ماشاءالله تو خیلی خوشگلی. منم میخوام برم از همون قصابی گوشت بخرم، بلکه این سرپیری یه آب رنگی هم که تو گوشت من بود و ببینید. آبجی چرا میخندی؟ لیلا جون ناراحت نشو، برادر من خیلی شوخه. خدا حفظش کنه. من میرم لباس بپوشم. الان برگردم. برو. لیلا خانم ایشالله باز خدمت میرسم ها. آبجی جون معلوم میشه بهتر از من نباشه، دختر خیلی خوبی ها. عباس جان عباس، از پسرم شاروخ چه خبر داری؟ والا خبری که ندارم. پسرم، یکی از دوستان قدیمی به ملاقات ما اومده، خانم زرین. ماشاءالله چقدر بزرگ شده، خدا حفظش کنه. خیلی خوش آمدید. پسرم، خانم زرین خودمونی هستن. شوهر خدا بیامرزش دوست صمیمی من بود. پس چطور من تا حالا افتخار آشنایی با شما رو نداشتم؟ علتش اینه که ما چند سال اروپا بودیم. شاروخ، من دلم میخواد که تو با خانواده زرین رفت و آمد بکنی، چون این خانواده از خانواده های محترم و قدیمی تهران. بگم که خانم زرین 3 تا دختر خوشگلم داره.
خدا بده برکت خانم. مرسی. حتما اگه شوهرتون زنده بودن تا حالا یه کامیون دختر داشتین. اتفاقا دخترای من با شما آشنا هست. راستی؟ بله، فردا نهار تشریف بیارین منزل ما تا خوب اونا رو بشناسین. دخترم حتما از دیدن شما خیلی خوشحال میشن. فردا یادتون نره. صبح بخیر. پسرم نمیدونی چقدر از دیدنت خوشحال شدم. متشکرم. من از بچگی شما رو میشناختم، فقط این چند سالی که در اروپا بودم خدمتتون نرسیدم. یه چیزی میل بفرمایید. پری خانم، زود باش یه چیزی برای آقای شاهرخ بیار. خب پسرم خیلی خیلی خوش آمدی. دخترا زود باشین، آقای شاهرخ رو بیشتر از این منتظر نذارین. پسرم صفا آوردی، واقعا لطف کردی. پری عجله کن، بزرگواری فرمودید آقای شاهرخ. خواهش میکنم میل کنین، چیز قابلی نیست. دخترا چقدر لفتش میدین، زود باشین دیگه. اصلا نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم. خانم مادرم، پدرم دیروز برام گفت که چطور مادر بیچاره‌مو ترک کرده. ولی من مادر شما رو نمیشناسم. ما همه خبر ازدواج مخفیانه پدرتو شنیدیم، ولی مادرتو اصلا ندیدیم. چی بگم والا، همه بزرگتره، پس باید بهش سلام کرد. من کلفت جماعتو میشناسم، به این قوم اگه رو بدین بدون معطلی سر درست سوارت میشم. خانم، اگه خطایی از من سر زده منو ببخشی. خیلی خوب، خودتو به موش مردگی نزن. حالا چرا بایستی؟ برو تو کام کن، برو دیگه. چشم. وا خدا مرگت بده، ببین چجوری لباس آقای شاهرخ رو کثیف کردی؟ نظرت میخوام آقا، باور کنین نفهمیدم چی شد. عیبی نداره، ناراحت نشید، چیز مهمی نیست. چطور چیز مهمی نیست؟ اصلا معلوم نیست چه مرگشه. این دخترای 14 ساله وقتی یه مرد میبینه دست و پاشو گم میکنه. خانم زهر مار، حالا دیگه تو روی من وای میستی؟ یادت رفته وقتی اومدی خونه من آه نداشتی با ناله سودا کنی؟ به نظرم حالا دیگه شکمت سیر شده که میخوای جواب حرف منم بدی. برو گم شو. صبر کنید ببینم. شما از رنج دادن و ناراحت کردن یه پیرزن درمونده و بیپناه چه لذتی میبرید؟ فکر میکنید تحقیر کردن این موجود ضعیفی که بدبختانه زیر دست شما قرار گرفته و تنها گناهش اینه که خداوند او رو فقیر و بیچیز خلق کرده شخصیت شما رو بالا میبره؟ شاهرخ، از خدا بترسید خانم. شما مثل پدر من فکر میکنید که تمام دنیا برای شما ساخته شده. فکر میکنید که هیچ کس دیگه جز شما حق حیات نداره. همه خوشیای دنیا مال شماست. ولی اشتباه میکنید. اگر روزی پول و ثروت شما رو ازتون بگیرن، خود شما با این زن بیچاره هیچ فرقی ندارید. فهمیدید؟ پسرم عصبانی نشو. هرچی بود متاسفم خانم. من از آدمایی مثل شما به سختی متنفرم. از پذیرایی گرمتون متشکرم. کجا؟ اینجا کجا؟ من اینجا کار میکنم. فهمیدم دست پیش گرفتی که پس نیفتی. هنوز که چیزی نشده، من تازه اومدم باهات تسبیح حساب بکنم. خانم شما رو به خدا دیگه سر به سرم نذارید، بذاریم به بدبختی خودم بمیرم. درک مردی که مردی، به گلی به آب دادی که من تا عمر دارم فراموش نمی کنم. تازه حالا میگی سر به سرم نذارید. این چیه؟ عکس شاهرخ اینجا چیکار میکنه؟ چشمم روشن، پس من اشتباه نکردم. تو عاشق شدی ها؟ نه خانم، این چه حرفیه که میزنی؟ بگو ببینم این عکس از کجا دزدیدی؟ اصلا برای چی اونو پیش خودت نگه داشتی؟ خانم من همینجوری شاهرخ رو دوست دارم. من اونو مثل پسر خودم میدونم. غلط کردی. چه داخل آدم؟ مگه شاهرخ بی کس و کاره که تو اونو مثل پسر خود بفهمه از این شرط بیرونت میکنه؟ به خاطر خودم میشونه. خدای من بیا پری خانم، دواتو بخور. چه فایده داره دختر جون؟ من با قرص و دوا خوب نمیشم. این چه حرفیه آبجی جون؟ خدا قربونش برم الهی درد و داده دوارم داره. چی میگی برادر؟ تو که نمیدونی من چه دردی میکشم. اگه اون روز بودی و میدیدی که خانم چجوری منو جلوی پسرم سکه یه پول کرد میفهمیدی. پسرت کیه؟ از تو چه پنهون لیلا؟ شاهرخ، همین شاهرخی که همه سر به سینه میزنن پسر من. راست میگی، تو مادر شاهرخی؟ مادر حقیقی اون؟ آره دخترم، ماجرای مفصلیه. یه روزی برات میگم.
اما تو باید قول بدی که این رازو پیش خودت نگه داری، وگرنه خوشبختی پسرم به خطر میفت. قول میدم خیالت راحت باشه. تو هم مثل مادر منی که تمام مشقات دنیا رو برای راحتی فرزند داشته هم. عجب روزگاریه. میدونی آبجی جون، به نظر من دیگه موندن تو این خونه صلاح نیست. بیا بریم خونه خود من. نه باز خودت هم رو گذاشتی. من اینجا بهتر میتونم از حال پسرم باخبر بشم. تو فقط دعا کن حال من زودتر خوب بشه. میترسم خانوم سر صداش در. نه تو استراحت. پیش ما جای تو خالی لیلا، دور از تو نداریم حالی لیلا، پیش ما جای تو خالی لیلا. نور چشمون من چون اولاتون، پیش منم همیشه خالی جاتون، پیش منم همیشه خالی جاتون. دعای خیر من سار راتون، خرجیم با این نومه میفرستم براتون، خرجیم میفرستم براتون. عروسکم چه قشنگه، چقدر عالیه به خدا. ببین چرخم چه ماماله، بگردم به دور لیلا. آخه ما تو این دنیا نداریم بخیر لیلا. مثل لیلا تو این دنیا به خدا نمیشه پیدا. دلم تنگه به خدا. لیلا جونم چه قشنگه، دلم تنگه به خدا. لیلا جونم چه قشنگه به خدا. حالا گوش بده به موزیک. همونطور قدم برمیدارم تو هم قدم بردار. خب درست شد. داری یاد میگیری. خب لیلا عزیزم، من تو رو دوست دارم. چی داری میگی خانم جون؟ خانم کیه؟ مادمانزل مرد محبوب دختران شهر که از میان تمام زیبارویان تو رو انتخاب کردم. منو؟ آره لیلای من، تو فرشته رویاهای من هستی. من تو رو میپرستم، دوست دارم. خدای من، یعنی ممکنه؟ چرا ممکن نیست عزیزم؟ عشق مرزی نداره، دهاتی شهری سرش نمیشه. به همین دلیل من از اولین لحظه‌ای که تو رو دیدم بهت دل باختم. شاهرخ منم تو رو دوست دارم. چی؟ ببینم لیلا، تو هم عاشق شاهرخ هستی؟ نه خانم جون، نه. من فقط داشتم برای شما بازی میکردم خانم. ناراحت نشو، من مثل خواهرم نیستم. اگه راستشو بخوای تو بیشتر از خواهرای من به شاهرخ میاد. باور کن راست میگم. نه خانم جون، من یه دختر فقیر و بیکس و کار هستم. من کجا شاهرخ خوشگل و محبوب کجا؟ نه اینطور نیست. مسئله ازدواج نمیشه همینطور سرسری گرفت پدر. پسرم تو باید کنی؟ تا از تو فرزندی به وجود بیاد و فرزند تو هم باید ازدواج کنه تا بدین ترتیب خانواده بزرگ شوکت دیوان همیشه باقی بمونه. پدر آخه همینطور بی مقدمه که نمیشه تصمیم گرفت. من هنوز هیچ دختری رو برای ازدواج انتخاب نکردم. هر دختری رو که دوست داری انتخاب کن پسرم. خیلی از دخترها آرزو دارن که عروس من و همسر تو بشن. تو محبوبی پسرم، محبوب همه. نه پدر، باور کن این دخترایی که من و تو میشناسیم فقط به خاطر ثروتمون به من اظهار علاقه میکنن. پول و ثروت من محبوب اوناست، نه خود من. پسر عزیز من، این حرفا رو کنار بذار. میدونی چی فکر کردم؟ نه پدر. چرا میخندی؟ هفته آینده یک شب نشینی مجلل در تالار قدیمی، همون جایی که عروسی پدرم برگزار شد و همیشه برای ما شگون داشته، ترتیب میدم و تمام دخترای زیبای شهر رو دعوت میکنم. من خودم ترتیبشو میدم. آره. داری چی کار میکنی پدر؟ الان به تمام مردمی که
سرشون به تنشون میارزه اطلاع میدم که پسر من شاهرخ محبوب تصمیم گرفته ازدواج کنه. مطمئن باش که این خبر مثل توپ تو تمام شهر صدا میکنه. تهران کیست؟ شاهرخ یکی از ثروتمندترین و محبوبترین جوانان تهران ازدواج می‌کند. چی دختره؟ چرا قد ناراحتی؟ چیزی نیست پری خانم. اگه چیزی نیست پس چرا قد دست بچه‌ای؟ ببینم این روزنامه چیه؟ چی؟ شاهرخ پسرم میخواد عروسی کنه. خدای من همیشه آرزو داشتم که عروسمو خودم انتخاب کنم. آرزوی هر مادریه که عروسی پسرشو ببینه. خدایا من چقدر بدبخت. پری خانم چرا اینقدر ناراحتی؟ خدا بزرگه. تو چرا ناراحتی؟ نکنه تو هم شاهرخو دوست داری؟ نه چرا؟ من خوب میفهمم دختر جون. تو هم مثل تمام دخترای شهر آرزو داری با پسر من با شاهرخ محبوب ازدواج کنی. اینطور نیست؟ چرا؟ من شاهرخ از جون خودم بیشتر دوست دارم، ولی افسوس که قصه نخور دختر جون. خدا بزرگه. عجب دنیایی. این تنها یاد بود پدر شاهرخ. اوه یه خیلی گرونه. خب معلومه. بیا ببر بفروشش. باز چی؟ بعد برات میگم. حالا عجله کن، باید اونو بفروشی و 2 ساعت به غروب مونده اینجا باشی. یه کارایی هست که باید تا شب نشده انجام بدیم. خدا کنه مشتری خوب پیدا کنه. خداحافظ. پسر خوبم. لیلا دخترم گریه نکن. چرا گریه نکنم؟ آخه منم مثل همه دخترها، مثل گیتی، سریا دلم میخواد برم پیش شاهرخ. آخه مگه من با دیگرون چه فرقی دارم؟ هیچی. فقط از همه دخترها زیباتر و مهربونتری. از اون گذشته این دخترای امروزی فقط به فکر رقص و پارتی و سر و وضع خودشون هستن. نمیتونن پسر منو خوشبخت کنن. ولی تو لیاقتشو داری. برای همونی که من تو رو برای پسرم انتخاب کردم. چی؟ منو انتخاب کردی؟ آره دخترم. دیگه لازم نیست گریه کنی. باید هر چه زودتر برای رفتن به منزل شاهرخ حاضر بشی. برم منزل شاهرخ؟ بله دخترم. یعنی من برم اونجا؟ البته. پس کی بره؟ هیچ میفهمی چی داری میگی پری خانوم؟ آخه با این لباسا، با این ریخت و قیافه، اگه من اونجا آفتابی بشم همه مسخره‌ام میکنن. من خودم ترتیب همه چیز دادم. نگاه کن. بیاین تو. لباس آبرومند، کفش، کیف، زینت‌آلات و یک آرایشگر که تو رو از این جسته خوشگل‌تر کنه. خودشون و بهترین راننده با اتومبیل آخرین سیستم در خدمتگذاری حاضر است. بله درسته، منم با شما هم عقیده بودم. راستی متشکرم، خیلی متشکرم. چنین اینجا شاهرخ با من هم عقیده است. این باعث افتخار منه. آرایشش کی تموم میشه؟ همین است خانم. لباس رو حاضر چشم کن. خانم. سلام خانم. سرکار لیه خانم زرین، دوشیزه گیتی زرین، دوشیزه سریا زرین.
لیلا دختر جون، امشب تو باید فراموش کنی که یه دختر دهاتی هستی. میدونی دنیای امروز فقط به سر و وضع و لباس آدم اهمیت میده. امشب تو در جلد یکی از متشخصترین خانمای این شهری و باید هر چه میتونی خودتو بگی. ما اون شب خیلی منتظر شما شدیم ولی هرچی به در نیا کردیم شما نیومدید. جدا معذرت میخوام، آخه میدونید یه گرفتگی معذرت بین دخترها کسی رو انتخاب کردی؟ هنوزم پدر. خب ناامید نشو، هنوز خیلی ها نیمدن. سلام آقا. سرکار؟ بله؟ اسم مورا کدوم؟ اسمم لیلاست. لیلا مادمازل لیلی. خیلی خوش آمدید خانم، بفرمایید. متشکرم آقای شاهرخ، فقط منو شاهرخ صدا کنید، بفرمایید. سرفراز فرمودید به مهمونی ما خوش اومدید. هر کس شما رو اینجا دعوت کرده کارو به جایی کرده. قول میدم یه کادوی ارزنده پیشتون داره. بفرمایید طرف. متشکرم. چه دختر قشنگی؟ بابا کجاش قشنگی؟ دختره یک میری؟ از روی خوش بدم اومد. باور نمی‌کردم شاهرخ اینقدر کج سلیقه باشه. بفرمایید خواهش می‌کنم. متشکرم. شما واقعا دختر خوشگلی هستین. چشمای شما خوشگل می‌بینه. عجیبه که من تا دیده باشی. نه مطمئنم اگه دیده بودم فراموش نمی‌کردم. مگه ممکنه مردی هر چقدر کج سلیقه باشه شما رو ببینه و فراموشتون کنه؟ ولی خیلی مردا منو تو جلد خودم دیدن و زود فراموشم کردن. جلد خودتون؟ آره. مقصودتون چیه؟ آخه من یه فرشتم. مامان عقیدت چیه؟ تا حالا شاهرخ با هیچ دختری اینقدر گرم نگرفته بود. قیافش خیلی به نظر آشنا میاد. آره انگار منم یه جای دیدم. منم همینطور. رشو؟ نه پسرم نمیخوای منو با مادمازل آشنا کنی؟ آه چرا پدر؟ عزیزم پدرم معرفی میکنم. سلام آقا. سلام خانم، خیلی خوش آمدین. ممنونم. دخترم جای تو در منزل ما همیشه خالی بوده. به نظرم جای این لباسا خالی بوده، چون من وقتی لباس خودمو میپوشم هیچ جو جام نیست. دخترم از چی حرف میزنی؟ فکرش نکنین پدر، آخه لیلی یه فرشته است. پیرمردی خرفته ببین که عقلشو داده دست پسر ابلهش. شرط میبندم که این دختره یک کلکی تو کارشه. گفتم نه. خب لیلی جان، کی میتونم خدمت پدرت برسم؟ خدا نکنه به این زودی. چرا دخترم؟ آخه پدرم رفته به یه سفر دور و دراز. اروپا؟ نه دورتر از اون. آمریکا؟ بازم دورتر. اصلا رفته یه جایی که هنوز من و شما نرفتیم. معذرت میخوام، امیدوارم مزاحم نباشم. فکر کردم شاید به وجود یه زن احتیاج داشته باشین که بعضی مسائل زنانه رو مطرح کنه. آخه ما زنها بهتر میتونیم با هم کنار بیاییم. اینطور نیست خانم؟ چرا همینطوره. عزیزم خانم زرین رو معرفی میکنم، از آشنایان ما هستن. بله من ایشونو میشناسم. ولی من شما رو به جا نمیارم. نبایدم به جا بیاری. آخه لیلی یه فرشته است. فرشته؟ امیدوارم از جنی نباشه. نه من از طایفه شما نیستم. عزیزم افتخار میدی؟ با کمال میل. با اجازه شما. برو دخترم. معذرت خوش باشه. چه دختر نازنینیه. معذرت چه دختر مرموزی. عزیزم فردا میتونم تو رو ببینم؟ میتونم ازت دعوت کنم نهار رو با هم بخوری؟ نه اصلا حرفشم نزن. آخه من روزا خیلی سرم شلوغه. حتما طرفدارات مزاحمتن. آره اونم چه طرفدارایی. جارو، رخت چرک، بشقابه نشسته. دیگه چی؟ فاطمه اره. عزیزم هیچ میفهمی چی داری میگی؟
البته که میفهمم. من و دوستان با این اسم همدیگه رو صدا میکنیم که کسی ما رو نشناسه. آه فهمیدم، اینو اسم مستعار دوستانته. آره دیگه. پس اسم مستعار تو چی عزیزم؟ خب نیست بگم. چرا؟ آخه اگه بگم خندت میگیره. عیبی نداره عزیزم، بگو خواهش میکنم. اون اسم من کلفت دهاتیه. اوه چه اسم مفیدی. آقای شکر دیوان، خب دیگه با اجازهتون مرخص میشه. خیلی خوب، روزا که گرفتاری، بنابراین فردا شب باید بیای منزل ما. فردا شب؟ آره، به خاطر تو یه شب نشینی دیگه ترتیب میدم. به یه شرط. چه شرطی عزیزم؟ که الان نذاری مهمونات برن، آخه تازه اول شبی. من یکی میخواد بره؟ نگاه کن، اونا میخوان برن. شب بخیر. شب بخیر. دارن با پدرت خداحافظی میکنن. اینا که آدم نیستن، من از ریختشون بدم میاد. ولی من خوشم میاد. برو جلوشونو بگیر عزیزم، به خاطر من. خیلی خوب، به خاطر تو حرفی ندارم. کجا رو تشریف ببرید؟ خواهش میکنم بمونید حالا. این شده دیگه. حالا اول شب خواهش میکنم بمونید. علتی نداره که بمونی. شما که سرتون گرمه. عیبی نداره دخترا، به خاطر گل روی شاهرخ خان یه ساعت دیگه هم میمونیم، اما فقط یک ساعت، چون دختر کوچیکم منزل تنها. خیلی از لطفتون متشکرم. مرسی. لیلی! لیلا! 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 بگو ببینم بهت خوش گذشت؟ خیلی جات خالی بود پری خانم، نبودی ببین. نمیدونی شاد چقدر منو پسند. راستی؟ آره. معلومه دیگه، شاهرخ خوش سلیقه است. از قدیم گفتن پسر حلال زایش بود عبدیشون. براش داشتن از حسادت میترکیدن. شاهرخ فردا شبم به خاطر من یه شب نشینی دیگه میده. منم باید برم. راستی؟ آره. خب دیگه من باید برم زودتر لباسمو عوض کنم. مادمازل لیلی! بلای دیشبی اومد. عجب دختر. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. ممکنه بخندید؟ چرا وایسادین؟ بفرمایید خواهش می‌کنم. مرسی. خیلی خوش آمدید. من خودم طرفدارتون اون بلای دیشبی اومد. مامان هنوز نیومدی؟ نه خدا کنه زودتر بیاد، میترسم کار از کار بگذره. آره. صداتونم خوبه. نه بابا همینجوری زمزمه میکردم. ولی من مطمئنم که صدای قشنگی داریم، باید برامون بخونیم. اوه باور کن نمیتونم. خوبم میتونی. چرا خجالت میکشی دخترم؟ رو در وسیله بذار کنار. من الان به همه خبر میدم که تو برامون میخونی. نه خواهش میکنم آقای مادمازل لیلی میخوان برامون هنرنمایی بکنن، به افتخارشون نخون. آسمونا بود کام دل ما آید امشب بگرد به گوشم آهنگ دلا وقت زیبا به چشم ما سریا در شب عاشقان شیرین تر از خواب و رویا. دست بزن بیا دست بزن که دنیا دو روزه، غم مخور دیگه غم مخور دلت کم بسوزه. دست بزن بیا دست بزن که دنیا دو روزه، غم مخور دیگه غم مخور دلت کم بسوزه. مست از شراب و شاد از جوانی ساغر بده تا بگیرم من امشب ز دست تو. دیگر چه خواهم از زندگانی تا مستم امشب ز جام تو و چشم مست تو. مست از شراب و شاد از جوانی ساغر بده تا بگیرم من امشب ز دست تو. دیگر چه خواهم از زندگانی تا مستم امشب ز جام تو و چشم مست تو.
خوشحال و خندون روز و شب ما باشه دائم تو دنیا زندگی ما شیرین که رویا باشه همیشه شادون خوشحال و خندون روز و شب ما باشه دائم تو دنیا زندگی ما شیرین که رویا باشه بیاین پایین بچه ها زودتر زود باشی گوش کنین بچه ها خواهرتون لیلا تو همین خونه است اما نکنه یه وقت اونو نشناسین آخه کلاگی سرش گذاشته خیالت راحت باشه خانم جون لیلا اگه تو جلد شیرم بره ما میشناسیمش آره مگه ممکنه آدم خواهر خودشو نشناسه آفرین خیلی خوب را بیفتیم بریم تو ای داد بیداد پتمون افتاد رو آب بزن دنده یک با دو حرکت کن وای کرد این مسخره بازی ها چیه خانم؟ اینا کیه؟ اینا خواهر و برادر عروستون هستن غیر ممکنه این دهاتی‌ها با عروس من هیچ نسبتی ندارن از خودشون بپرسین بچه ها مگه لیلا خواهر شما نیست؟ چرا خانم ما یه خواهر به اسم لیلا داریم؟ ممکنه اینطور باشه ولی عروس من اسمش لیلیه نه لیلا متاسفانه این دختر دهاتی زیرک سر شما رو شیره مالیده لیلی همون لیلا کلفت ما و خواهر این بچه هاست ممکن نیست خانم این موضوع رو باید ثابت کنید همین امشب همین حالا در حضور همه لیلی عزیز من رسما از تو تقاضای ازدواج میکنم تقاضای ازدواج؟ من باور نمی کنم باور کن عزیزم من تو رو میپرستم خدای من یعنی ممکنه؟ چرا ممکن نیست عزیزم؟ خدای شکرت من الان خوشبخت‌ترین دختر روی زمینم دیگه از تو هیچی نمیخوام هیچی خانم ها و آقایون متاسفانه یکی از خانم ها به ما تهمتی زده که به هیچ وجه تحمل پذیر نیست این خانم عروس زیبای منو متهم کرده که یک اشراف زاده نیست بلکه یک کلفت فقیر دهاتیه من از این خانم میخوام که امشب در همین جا یا ادعاشو ثابت کنه تا از عروس من رفع تهمت بشه و یا اینکه برای همیشه از این شهر بره چون نفوذ من اجازه نمیده زنی که به خانواده من تهمت زده در جوامع اشرافی ظاهر بشه بفرمایید خانم خب بچه ها حالا خواهر خودتون رو به همه نشون بده آفرین بچه های خوب شماها دروغ میگه خواهر شما در مقابل شما ایستاده اگه نمیتونید اونو بشناسید من بهتون کمک میکنم نگاه کنید ایناهاش این خواهر شماست خوب بهش نگاه کنید نه خواهر ما ما نمیشناسید بیارید علی لیلی دختره یه الهی به امید تو برو هرچی دیگه چاره‌ای نداری بله قصه نخور پسرم این اتفاق تو زندگی همه میفته بعد از این سعی کن عاقل باشی من به کسی اجازه نمیدم با آبرو و حیثیت چندین ساله خانواده من بازی کنه من اون دختر دیوونه رو به پای میز محاکمه میکشم من از اون دختر انتقام میگیرم نه من اونو اینجا فرستادم پری لیلا از تمام این دخترهایی که تو برای پسرمون در نظر گرفتی شایسته‌تر و زیباتره آخه شاروخ پسر منم هست حق دارم برای زندگی آینده‌اش تصمیم بگیرم بله منم حق دارم پدر اون مادر منه مادر خاطر من خیلی رنج کشید
مهم نیست پسر. من خوشحالم از اینکه تو دیگه بزرگ شدی و میتونی خودت تصمیم بگیری. لیلا کجاست؟ رفت دنبال خواهر و برادرش. مادر ما باید هر طور شده پیداش کنیم. من بدون لیلا نمیتونم زندگی کنم. نه، یه دختر دهاتی هم شأن تو نیست. من به هیچ وجه اجازه نمیدم که تو با لیلا ازدواج کنی. بالاخره این زن کار خودشو کرد. اصلا کی به اون اجازه داده که وارد منزل من بشه؟ پدر تو حق نداری به مادر من توهین کنی. حالا که نمیخوای مادرم تو منزلت بمونه منم با اون میرم. نه پسرم، من نمیخوام خوشبختی تو رو به هم بزنم. منو فراموش کن. ممکن نیست مادر. من دیگه حتی یک لحظه نمیتونم از تو دور باشم. بیا بریم، بیا از اینجا بریم. آره ما دیگه با سننگ اون هستیم. نباید هیچ وقت خودمونو بهش نشون بدیم. خب حالا کجا بریم؟ خدا بزرگ. بیا بریم. در ببند. چشم. مامان من دلم میخواد گریه کنم. من که دیگه داری بغضم میترکه. قصه نخورید دختر. من از اول میدونستم که شاهرخ به درد ما نمیخوره. باید برای شما فکر شوهرای جوان و پولدار دیگه ای باشم. شاهرخ هم که باشه دهنسوزی نبود. بریم جونم. بله شما؟ نه خیر آقا، یه دفعه که گفتم هم پری از منزل ما رفته هم لیلا، هر دو از منزل ما رفتن. الو خب من پسرمو میخوام. باید هر طور شده اونو پیدا کنی. مادرش، لیلا، حتی اون بچه ها همه میتونن خبری از شاهرخ به من بدن. با یکی دو نفر از مستقیمین بریم دنبالشون. اطاعت علی. زودتر. چشم. برو دیگه. چشم. ساکت باشین. عالی جناب. اومدیم بچه ها. نترسید. من با شما کاری ندارم. میدونی؟ من فقط میخوام بدونم شاهرخ کجاست. شاهرخ کیه؟ ما شاهرخ نمیشناسیم آقا. هستید که خبر نداریم. بچه ها، علی، گلی، آقا شما رو به خدا به این بچه های بیگناه کاری نداشته باشین. اونا هیچ تقصیری ندارن. خیالت راحت باشه لیلا. من با خودتو کار دارم. آقا من خودم میدونم که کار بدی کردم. میدونم که بی جهت پامو از گلیم خودم درازتر کردم. اما باور کنین دست خودم نیست. من شاهرخ از صمیم قلب دوست دارم. گوش کن لیلا.
اینطور که من تو رو شناختم دختر فهمیده و حسابگری هستی، چون در عین حال که میدونی شارخ لقمه ای تو نیست باز به اون اظهار عشق میکنی و این نشون میده که بعضی حسابا رو پیش خودت کردی. پس بهتره رو راست با هم دیگه حرف بزنیم. بگو ببینم چقدر پول میخوای که برای همیشه دست از سر پسر من برداری؟ پول؟ نه آقا، شما اشتباه میکنی. حماقت نکن دختر. 10,000 تومن کافیه؟ پولتون رو برای خودتون نگه داری. بسیار خوب، 20,000 تومن. 20,000 تومن برای چک مینویسم. بریم بچه. صبر کن. من کم کم دارم میفهمم که تو از چی داری حرف میزنی. از عشق و احساسات و اینجور چیزا که متاسفانه هیچ کدومش یه پول سیاه ارزش نداره. حالا خوب به حرفای من توجه کن. شارخ یک عمر در ناز و نعمت به سر برده، همیشه 10 مستخدم در مقابلش تعظیم کردن، هر وقت هر چی اراده کرده براش فراهم شده. اتومبیل‌های آخرین سیستم، دخترای زیبا، همه گونه وسایل راحتی و سرگرمی و تفریح. اما اگه با تو ازدواج کنه همه اینا رو از دست میده، چون من از اسم محرومش میکنم، هیچی بهش نمیدم. و تو میتونی اون چه که من ازش میگیرم بهش پس بدی؟ میتونی خوشبختش کنی؟ میتونی آیندهشو تأمین کنی؟ نه. پس چرا ولش نمی کنی؟ چرا اصلا راهش نمیری؟ چرا؟ لیلا، اگه تو واقعا شارخو دوست داری باید ترکش کنی. چشم آقا، چشم. من شارخو میپرستم، به خاطر خوشبختی اون حاضرم هر کاری که بگید بکنم، حتی اگه خوشبختی اون در مقابل بدبختی من به دست بیاد. من به دنبال بدبختی میرم. بریم بچه ها، برگردیم به ده خودمون، اینجا جای ما نیست. آره، عاشق شده، نمیتونه بدون شارخ زندگی کنه. بیچاره خواهرمون. هی گلی، میگم چطوره برگردیم شهر، شارخو بیاریم پیش لیلا. فکر میکنی بیا؟ البته که میاد، شارخ هم لیلا رو دوست داره. خیلی خوب، پس بگو شمسیده بگی. خون گریم در این شب جدایی میمیرم، بگو کجایی مجنونم در این سکوت صحرا، چرا برای لیلا نمانده هم نوایی. خب بچه چرا پول میدید تا تهرون ببرم؟ اگه پول داشتی اتوبوس سوار میشدی. عشقی به خاک این صحرا میریزد، به دیده لیلا میریزد، دور از سوزد در آتش اکنون پارو خودم، ز جانم آتش ها میریزد، دور از تو.
اومده عشق خدای منو علی گلی بچه ها خوش آمدی پسرم. آخه کجا گذاشتی رفتی؟ پسر که نباید از منزل پدرش قهر کنه. پدر، من اومدم دنبال لیلا. مستقیما گفتن که چند روز پیش لیلا اومده اینجا. درست اومده بود اینجا. خب حالا کجاست؟ والا پسرم، عشق تو رو در مقابل پول فروخت. من باور نمی کنم. دروغگو. اون دروغ میگه شاروخ خان. پدر شما میخواست به لیلا پول بده ولی خواهرم قبول نکرد. بدجنسا. کی شما رو به اینجا راه داده؟ برید گم شید. گوش کن پدر، تو آخرین تلاش خودتو کردی. برای آخرین بار سعی کردی با قدرت پول مقاصد خودتو انجام بدی ولی موفق نشدی. پدر خودم بدونم تو هیچی نداری، نه پسر، نه خانواده، نه قدرت، نه انسانیت، فقط خودتو غرورت. آقای شوکت دیوان، حالا که نمیتونی خودتو با زندگی ما جور کنی بهتر تنها بمونی هر جور دلت میخواد زندگی. شاروخ پسرم، من دیگه پسر تو نیستم. برای همیشه خداحافظ. بریم بچه‌ها، بریم ده پیش لیلا. ما بهتر به درد هم دیگه میخوریم. بچه که نیست آبجی جون، بالاخره هر جا باشه الان بیادش قربونه دارم صبر داشته باشه بگه. آبجی شوهرت اومد. آره پدر شاروخ. دیگه سخت نگیره قربونه دارم بگه. سلام علیکم قربان. حالتمندم. سلام عباس. باید بیدیم سفار. چرا اومدی اینجا؟ اومدی ببینی من چه جور زندگی میکنم؟ اومدی فقر و بدبختی منو ببینی؟ یا اومدی جلال قدرت خودتو به روخم بکشی؟ نه پری، نه. پس چرا اومدی اینجا؟ نکنه اومدی به من پول بدی و پسرم ازم بخری؟ بذار فاکر رو دستت بریزم. من حاضر نیستم به هیچ قیمتی پسرمو بفروشم. هیچ قدرتی هم نمیتونه پسرمو از من جدا کنه. برو پولاتو برای خودت نگه دار. نه پری، من دیگه هیچ چیز ندارم. نه قدرت، نه خانواده و نه پسر. همه چیز من مال تو. من یک عمر در اشتباه بودم. حالا زندگی و مرگ من دست تو. منو ببخش. برگرد پیش من. بیا بقیه عمرمونو در کنار پسرمون و عروسمون با خوشبختی و خوشی زندگی کنیم. به من عمر دوباره بده. و اگر نه مجبورم دست به خودکشی بزنم. دیگه رسیدی. بیا. لیلا! خدای من صدای شاروخه. شاروخ! لیلا! خیلی خوشحالم. شاروخ من، شاروخ. خدا رو شکر. خیلی خوشحالم. منم همینطور. حالا راضی شدی؟ خب بچه، باید زودتر را بیفتیم بریم به شهر و وسایل عروسی رو را بندازیم. بسیار خوب. دستم دهن مادر شوهر، پدر شوهر، تمام فامیل شوهر. خوشبال خودم لیلا که مادر زن ندارم و لازم نیست ورد بخونم. اوکی جونم، عوضش یه دونه خواهر زن داره که بحیفه. تو هم کور خوندی جونم. در زنو که از قدیم گفتن نون زیر کبابه. باز برادر زنو بگی یه چیزی.